فاذا اصاب به، پس وقتی که میرسانه به این باران، من کسی را الله یشاء که الله میخواه من عبادی از بندهای خود، اذا هم ناگهانی مردم های استبشرون خوشوقتی میکنن که این باران آمد. و این کانو اگرچه بودنی مردم من قبل ان ینزل علیهم، پیش از اینکه نازل کرده شود علیهم بالایشان، من قبلی پیش از امی ظاهر شدن ابرها، لمبلسین ناامید بودن. اینطور حالت چیستا خوشسالی رسیده بود، هیچ چیز نبود. ناگهان الله بادا را پیدا کرد، ابرها را بالا کرد، ابرها توبه شدن و بعد از او باران شروع شد. این نظام کی میکنه؟ این نظام از کی است؟ فانظر بی ای مخاطب الی آثار رحمت الله، بسوی اثر رحمت الله تبارک و تعالی. رحمت الله باران است، اثر شبیبی که زمینی خشک چه قسم ده حرکت میاره، یک تیکه گیاه ها گل ها رنگ چی میروید. کیف یحیی الارض، چه قسم زنده میکنه الله زمین بعد موتها، پس از خشک شدنش که هیچ چیز در رویش دیده نمیتونستی. آلی بیبی که الله توسط آبی باران چه قسم زمینی خشک زنده کرده. زمینی خشک، زمین توسط قطره باران که از بالا میاد زنده میشه، گل میرویه، سبزه میرویه، میوه میرویه. تو انسان حیثیت زمینی خشک داری، قطرات وحی آسمانی آمده در قلب رسیده، لیکن تو هیچ زنده حرکت نمی کنی، هیچ ثمره از تو دیده نمیشه. چی عمل، چی تاثیر تو کرده؟ قرآن به ما آمده، آیا آثار قرآن در ما دیده میشه؟ آثار قرآن تطبیق عملی قرآن است که ما تمام اوامر و فرامینی که در قرآن است او را در میدان عمل بکشیم. آثار دیده نمیشه. یک طرف برای تو ثابت میکنه که زنده شدن بعد از مرگ حق است، گیاه ها را نمیبینی. دیگه طرف برای ثابت میکنه که قطره باران خالی زمین یک تیکه زیبا میسازه، صاحب گیاه ها میسازه که مردم از پیشش منفعت میگیره. سری تو کتاب الله من در وحی آسمانی که قلب یک دم زنده میکنه، نفی تو به مردم نمیرسه؟ چرا نمیرسه؟ آثارش چرا دیده نمیشه؟ ان ذالک یقینا امی ذاتی که اینمی قسم زمین خشک گیاه ها دیش میرویانه توسط باران، لمحی الموتا، زنده کننده مرده ها هم است. همه سال بری توی دلیل پیش میشه. و هو علی کل شیء قدیر، در فکر و نظرت شبه ها را نبیاری که یاران یکی را گرگ خورده، دیگه دریا غرق شده ماهی خورده، دیگه آتش گرفته خاکستر گشته، دیگه در زیر قاده در کدام جای بود. ایره چه قسم پس زنده کنه؟ این گپا را در ذهنت نبیاری. چرا؟ و هو علی کل شیء، یقینا الله تبارک و تعالی امی الله بالای تمام چیزا قدیر، قدرتمند است، همه چیز قدرت داره. تو انسان هستی که ضرورت به وقت و اسباب و ایگه پا داری. ولا این ارسلنا ریحا، اگر ما بفرستیم بادار فرعوه، پس ببینه مردم امی کشت مصفرن که زرد کرده شده. اگر چی کشت اینجا ذکر نشده، خو اونجا پیش ذکر شد که زمین تازه میسازه، زنده میکنه بعد از چیست خشکیش. پس ببینه امی کشت مصفرن زرد شده، لظلوا من بعده یکفرون، میگردن امی مردم من بعده پس از اینمی زرد شدنش یکفرون چی میکنه؟ که ناشکری میکنه، ناسپاسی میکنه. نه، الله تبارک و تعالی میگه در او بادا چقدر خوش بودن، و آلی که بادی آمد که کشتی از یاره چی میکنه؟ کشتی از یاره زرد میگردانه. بسیار چی میشن؟ بگه آلی این کار میکنه که چرا اینطور میشه؟ چرا اینطور میشه؟ به خاطر اینطور میشه که تو را بدانه که در اختیارت نیست. این اسباب بود کننده کار الله تبارک و تعالی بود، در اختیاری از اوست. وگرنه تو نمیخواستی. هیچ کس نمیخواد درختی انگورش خلاص شود، میگه سر تا پای سال مکمل در چیلی ما چی باشه؟ انگور باشه. خود نمیشه. میتونی این یالی قدرت دنیا میتونه که امی انگوره بگه امی طور بگذاره؟ کلا قطعا نمیتونه. از خاطر الله برات میگه که قدرت الله در پشتی سر است. یک درس. دوم درس، لظلوا من بعد یکفرون، بعد از او ناشکری و ناسپاسی میکنه. و برادر تالی را خوب کشت و زراعت بود، حالی ناسپاسی میکنی، حالی دیگه انکار میکنی. تالی را نبود.
اشاره به چی میکنه؟ ای پیر، وی 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 دستم درد میکنه، حالا کمرم درد میکنه، نماز خوانده نمیتونم. جوانیم سرت آمده بود، نه دستی درد میکرد نه کمری. تو تنومند بودی، خو امونجا در تلویزیون 4 ساعت سی میکردی، بازم به در میرفتی خور خور خواب میکردی، الله تا یادت نمی آمد. حالی تو از اون نعمت الله که برات داده بود سپاسگزاری کردی؟ برای خود چیزی را حاصل تانستی یا نتانستی؟ الله اکبر. واقعا انسان همونطور است. جوانی خدا هیچ در نظر نمیگیره که الله چی موقعی برای ما داده بود او چه عبادتی کرده میتونستم. از این خاطر برادرها و خواهرای جوان ما باید خصوصا که به عقیده توحید الله خب مزین شده و محبین سنت رسول الله شده، باید عباداتشان نمونه باشه، الگو باشه. بالکل نماز که میخوانن نماز بخوانن، چرا که الله تبارک و تعالی نعمت داده بر ما شکرگزاریش خو بکنیم. فإنك لا تسمع الموتى، یقینا پیغمبر علیه السلام لا تسمع الموتى، تو شنوانده نمیتونی مرده ها را، ولا تسمع ثم الدعاء، تو شنوانده نمیتونی و کسای کره الدعاء آواز خواندن خدا، اذا ولوا در آن وقتی که بگردن مدبرین پشت کنان، پشت بگردانه و بره او کرام باشه، تو چی او را هدایت بتونی؟ و ما انت بهاد العمر، نیستی تو هدایت کننده کورا عن ضلالتهم از گمراهیش. ان تسمع، تو شنونده نمیتونی الا ما یؤمنو، مگر کسی را که باور داره عقیده داره به آیاتنا، به دلایل توحید ما، به آیاتای قرآن ما، فهم مسلمون، این مردم ها مکمل تسلیم هستند. 4 طایفه را الله جور میکنه، اشاره میکنه 4 طایفه است. یکی مردمایی هستند که به مثل مرده است، حتی آماده نیست که گپ در دل بگیره، تفکر سرش بکنه، در گوش بشنوه، با چشم ببینه، نه 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 نه، آماده نیست. دوم، بله با چشم خو میبینه لیکن وسیله گوش خود کر کرده، نمیشنوه ای گپه. بله دیگهش میشنوه خو چشم از پیشش چی کرده؟ کور کرده. این 3 نفر قابل هدایت نیست. 1 نفر قابل هدایت است که اسباب و وسایل درک و فهم در کار انداخته، هم گوش خود گرفته، هم با چشم میبینه و هم در قلب خود تفکر میکنه. هر قضیه و موضوع را انسان با 3 قسم وسایل ارزیابی کنه: با تفکر، با دیدن و با شنیدن. خب ما فیصله ها را بدون ارزیابی 3 چیز کرده رایستیم. ولا در عبدالعظام که بریم اینجا وهابی است. یاران وهابی چی را میگه؟ الله برات عقل و هوش داده، خود چی وهابیست؟ اونجا خود در پشتر تفسیر و ترجمه قرآن است، کتاب الله. بیا میرم ترجمه قرآن است، چطوری مردمی طور میگه؟ ایرا میگه تفکر. بعد از او آمدی اینجا با گوش خود شنیدی، بعد از او ما را ببین که ما چی میکنیم، نمازی ما را ببین، عمل کردی ما را ببین. بعد از او تو میتونی که راه یاب شوی و حقیقت برات واضح شوه. اگر این کارا را نداشتی باز تو در حقیقت نمیرسی، حق نمیشناسی، تا که تفکر به قلب نکنی، به گوش نشنوی و به چشم نبینی. این اسباب و وسایل درک و چیستا فهم است که انسان میدانه. در اینجا الله تبارک و تعالی او کفار عنادی را تشبیهش به امرای مرده ها میده. مرده ها نه میشنوه نه میبینه و نه قوی تعقل و تفکر داره که فکر بکنه. کفار عنادی نمیترست، نمیشنوه نه رای حق میبینه، نادیده میگیره، میبینه خو از چی نمیکنه شد و نه دیش تفکر میکنه. دوم این کفارای عنادی است. دوم مردم ها 2 قسم است. یک مردم هایی هستن که گپ گوش میگیره که حقایق نمیبینه، باز فقط همو گوش میگیره، هر چیز که به گوشش رسیده اونمو را پیش برده رایسته. دوم مردم هایی هست که میبینه با چشم خب باز حقایق نمیشنوه. این مردم هم راهیاب نمیشه. راهیاب کسی است که از 3 وسیله خود کار میگیره. اینجا موضوع شنیدن مرده ها آمد. اگرچه قرآن کریم در اون مورد بحث نمیکنه که مرده میشنوه یا نمیشنوه، خب مفسرین این موضوع را ذکر میکنه. چرا ذکر میکنه؟ خصوصا در عصر حاضر ما رفتن در قبرها و قبرها را شنیدن نشنیدن سر از این نتیجه خیلی بزرگ مرتب میشه، یا خوب یا خراب. اگر مرده ها بشنوه دیگه نتیجه خیلی بزرگ سرش مرتب میشه. مرده میشنوه
برادر ما که میریم اونجا در زیارتشو میشنوه سلام میکنیم، تو خود سلام کردی خود دیگه میره و میگه میشنوه. آلی او بیچاره و اولیا را اینطور فکر میکنه که بالکل نازدانی الله است، هر چیز میتونه. اونجا که میره تق 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 اولادم نشده ولی مرا اولاد بده، مریض دارم ولی ایره جور که منجر به چی میشه؟ بگه به شرک که بزرگترین گناه است. علما در این موضوع از همین خاطر اهتمام کرده، رساله را نوشته کرده که آیا مرده ها میشنوه یا نمیشنوه. در افغانستان خود کل مذهب حنفی است، دعوا خود داره، اگر هستن اگر نیستن، اگر میفهمن اگر نمیفهمن، او گپی علایده خود دعوا داره. کسی که در مذهب حنفی باشه باز خودش شور داده نمیتونه که بگویه که مرده میشنوه. چرا که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قطع امام بخاری رحمت الله علیه غیر در دو مورد در دیگه جایا چیسته قائل به شنیدن مرده نیست. بس که حنفی شدی گپت خلاص است، حالی به کس فتوا داده نمیتونی که میشنوه او باز مقلد هم بودی. خو اصلی موضوع چی طور است؟ اصلی موضوع هم طور است، مرده ها نمیشنوه به جز از او مواردی که در حدیث نقل شده. قول راجح امیسته در کدام موردی که شریعت دلیل قوی آمده بود از شنیدن میشنوه، که نه آمده بود باز دیگه دلیل برش نداریم که میشنوه. از کجا ثابت میکنی که میشنوه؟ حدیث ها در 3 مورد آمده. یکی در قلیب بدر، پیغمبر علیه السلام 3 روز بعد بنا بر بعضی روایت چند تن از مرده های کفار مخاطب قرار داد و قطع سخن گفت که شما دیدی آن چیزی را که قطعتان وعده کرده شده بود؟ صحابه پرسان کردن که یا رسول الله آیا یا شنیده میتونه؟ پیغمبر علیه السلام گفت که امیالی یا از شما کده خوب شنونده است. اگرچه کدام علمایی که شنیدن رد میکنه تاویل حدیث میکنه، میگن که اونجا مراد از دیدن شنیدن نیست، علم برش حاصل شد. اونجا معنای است که علم برش حاصل شد از او چیزی که ما برش شنوانده بودیم در دنیا، که اگر شما دین نپذیرفته مبتلا به این عذابا میشه. آلی بالکل علم برشان حاصل شد که گپای ما در حق ازیا راست بوده، تاویل میکنن. او بعضی خو میگن که نه این به طریق معجزه خصوصی برای کی بود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. یک حدیث اینجا آمده. دوم حدیث وقتی مردم پس حرکت میکنه مرده کشکش پای مردم میشنوه. ایرم محدثین کرام بازش تاویل میکنه که ما این کنایه از زود آمدن چی است؟ منکر و نکیر است. با مجردی که مردم دور بخوره با سید میکنی که وقت ملائک روح پس در قلب ازیا آورده وقتش سوال و جواب صورت میگیره. خب بعضی میگه که بله یکی شنیدن است یکی فهمیدن. در منزل بالا که مردم میگرده کشکشی پایش میشنویم، خب صدایش میشنوی؟ نمیشنوی. شنیدن از کجاش؟ یکی فهمیدن است یکی شنیدن است، شنیدن نیست. سوم در موقع سلام. در سلام خب بعضی محدثین میگه که حدیث ضعیف است، او بعضی که قائل به است که سلام میشنوه که در مقبره تیر میشه سلام علیکم بگه اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يا السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالإثر یا بالآثار اردوش درست است. ایرا که ایرا اول ضعیف میگن، با اگر کسی که ضعیف نمیگه میگه دمی موقع الله برش میشنوانه، در دیگه جا شنیدن نمیتونه. چرا؟ دلیل وجود نداره او مرده نمیشنوه. عایشه رضی الله عنها که مادر مؤمناست او استدلال گرفته از این آیت به نشنیدن کی؟ مرده. روایت از ابن عمر رضی الله عنهما نقل شده که میگه میشنوه، لیکن وقتی که عایشه رضی الله عنها رد کرد ابن عمر رضی الله عنه سکوت باقی ماند، پس او را چی نکرد؟ قول عایشه رضی الله عنها رد نکرد. به هر ترتیب در این موضوع ما زیاد چی نمیشیم. گپ است که شنیدن مرده و نشنیدن کدام عقیدی چی هم نیسته. خب بله مفاسد بزرگ سرش چی میشه؟ مرتب میشه. اگر گفتی که مرده میشنوه هر کس روان است نمو چی خود از امو خاطر عالی مردم میره دیدا خیرت از کجا میره؟ ما قطعی قارب خود اید مبارکی میکنیم. اونجا که بره باز در سر قبر نشسته چی میکنه؟ تق 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 ما آمدیم. این کلش گپی غلط است، نادرست است، در دین وارد نشده.
این گپا نادرست است. مثل که این گپا نادرست است آمدن مرده. الا شوی جمعه است ارواح مرده میآید، الا شوی عرفه است ارواح چی شوی مرده است، الا که ارواح میآید. کلش غلط و نادرست است، نیست شریعت ثابت شده این گپا. خب منظوری است که کسایی که اسباب درک و فهم خدا از بین بر ضایع میکنه، برای ازوا تبلیغ و دعوت فایده نداره. بله دعوت و تبلیغ زمان مؤثر است که یک چیزی آمادگی تو داشته باشی. اگر نداشته باشی یک کسی هیچ قرآن نمیشنوه، هیچ تو را نمیبینه، هیچ تفکر در حقت نمیکنه، چطور او را در راه بیاری؟ الله تبارک و تعالی دیگه چرا اینطور میگه؟ پیغمبر علیه السلام میفرماید که گناه سر تو نیست. پیغمبر خود بسیار خفه میشد که ما دعوت میدیم چرا مردم ایمان نمیاره. الله برش میگه که کسی که خود اسباب درک خود ضایع کرده او را دیگه تو در راه آورده نمیتونی، او گناه خودشان است. الله الذی الله ذاتی است خلقکم که شما را پیدا کرده من ضعف از چیزی که خیلی ناتوان و ضعیف بود که عبارت از نطفه است. ثم جعل من بعد ضعف بعد از داد شما را جعل گردانید، اینجا با معنای دادن است. داد شما را من بعد ضعف پس از ناتوانی و ضعیفی قوتا توانایی. ثم جعل من بعد قوت بعد از گردانید یعنی داد شما را پس از قوت ضعفا باز ضعیفی که پیر میشه. و شیبتن پیری موسفیدی را براتان که آثاری ضعیفی است سرتان ظاهر کرد. این کارا را کی کرده بود؟ الله تبارک و تعالی. یخلق ما یشاء الله پیدا میکنه آن چیزی را که الله میخواه. یک چیز ضعیف مرد پیدا میکنه، مذکر پیدا میکنه، مؤنث پیدا میکنه، یا ناتمام پیدا میکنه، تمام پیدا میکنه. این کل کارا به کی تعلق داره؟ به الله. داره به کدام بند و قدی آقا تعلق داره؟ نداره. و هو العلیم الله خب میدانه تمام حالات اینمی مخلوقی خدا کی را پیدا کنم، چه عمر بدم، آیا در جوانی برسه نرسه، پیر شوه نشوه. القدیر قدرت داره که جوان پیر بسازه، طفل جوان بسازه. و یوم تقوم الساعه این انقلابات یا این تغییراتی که در وجودی تو آمده در اختیار کی بود؟ الله تبارک و تعالی بود. پس اینالی حق الله را، فرمان الله را آدم بپذیره. و یوم تقوم الساعه روزی که قائم میشه قیامت، یقسم المجرمون قسم یاد میکنه گناهگارا ما لبثوا غیر ساعت که یادرنگ تیر نکده بود بجز از کم لحظه کم، یک ساعتی کم دیگه چیز نبودن. چرا؟ در مقابل و تکلیفا و عذابا امی عمری داده شدگی که خیلی زیاد بود به نظری از یا ای به مثل یک ساعت معلوم میشه. کذالک کانوا یفکون اینمی قسم بودنی مردم ها یفکون که گردانیده میشدن از راه راست حق، یا گردانیده میشدن یعنی راه حق نمیپذیرفتن. آلی اونجا میگه که وی 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 حالت ما چرا بد است. و قال الذين اوتوا العلم میگوین او کسانی که برشان علم داده شده والایمان عقیده برشان داده شده. مراد از علم کتاب و سنت است. مراد از ایمان ایمانی که قرآن و سنت تشریح کرده. یا برشان میگه لقد لبستم فی کتاب الله یقینا شما درنگ تر کردی موافقی نوشته، موافق تحریر الله تبارک و تعالی، تقدیر الله الی یوم البعث تا روزی باز زنده شدن. فهذا یوم البعث اینمی روزی باز زنده شدن است. ولکنکم لیکن شما کنتم بودی لا تعلمون علم نداشته که سرنوشتتان در کجا میرسه، پشت علم نمیگشتی. فیومئذ لا ینفع ای روزی است که نفع نمید الذین ظلموا کسانی را که مشرک هستند معذرتهم عذرخواهیشان. چرا؟ در دنیا برایشان نتایج بد شومی شرک بیان شده بود. ولا هم یستعتبون نیستنی مردم ها یستعتبون که معذرتش از یا معذرت خواسته شوند یا یستعتبون توبهشان قبول کرده شوند. هر دو معنا درست است. ولقد ضربنا للناس یقینا ما بیان کردیم برای مردم کل بشریت فی هذا القرآن در کتاب بزرگ قرآن من کل مثال از هر نوع مثال برای اثبات توحید و ابطال شرک و بدی شرک مکمل بیان شد. الله چقدر اهتمام کرد، چقدر مثالا را برای ما بیان کرد برای باطل بودن شرک. ولا ان جئتهم بآیه اگر تو بیاری برای از یا معجزه را لیقولن الذين خامخ میگویند کسانی که کفر و کافر هستند ان انتم الا مبتلون نیست شما مگر دروغ میگی. باز هم یا قبول نداره. این مردم از سرشتشان نمیطور است.
نمیپذیرن دین حق. کذالک یطبع الله، اینمی قسم مثل که در قلب از یا عناد است، تعصب است، گپ حق نفوذ نمیکنه، داخل نمیشه در ذهنیت از یا، اینمی قسم مهر میلگانه الله علی قلوب الذین، بالای قلبای کسانی که لا یعلمون، علم نمی آموزن، نمیدانه توحید الله را. قرآن مزامت جهل بیان میکنه، اشاره به این میکنه که شرک زاده جهالت است، کفر زاده جهالت است، علم نور است، انسان در طرف نور میکشانه. از امو خاطر جامعه جاهل گاهی از شرک و بدعت نمیبراید. امروز که هر قدر زحمت میکشه این نمیپذیره، خو لیکن در جایی که یک کمی نوری علم باشه، با یک ترجمه انشالله در اونجا انقلاب میاد، خود به خود میپذیره. ولی کسی که نعوذ بالله جاهل است که میزنی بیان که آیاتای قرآنه، آخرام برات میگه چی؟ والا من این گپا را نمیفهمم، امور رایی که پدر و مادرم رفته امور الا نمیکنم، پدر و مادرم بند آورده من بند میارم، پایش لخشی سخی صاحب صدا کرده من صدا میکنم. اما طور میگه قرآن بر ما میگه علم بهترین چیز است، علم است که انسان واقعا طرف حق طلبی میکشانه. خوی طور که هست این مردم خیر چی کنیم قطعی از یا الله بر ما میگه فصبر، صبر کو ای دعوتگر، ای پیغمبر علیه السلام، این وعد الله حق، وعدی الله بالکل ثابت و راست است، آمدنی است. الله شما را میطور نمیمانه که تنها بمانه، شما را میطور نمیمانه که پیروز نشوه، بالکل یک روز میرسه که پیروز شوه. ولا یستخفنک، به همت نسازه تو را، یستخفن لغزانده نمیگه تو را، نلغزانه قلوه نلغزانه الذین و مردم لا یقینون که یقین نمیکنه به عقیده توحید، شک و تردد پیدا کرده رو است، سوالا میکنه و تو را نلغزانه به همت نسازه که برادری قدر گفتم خو نشدن برو دیگه اعلام میکنم، نه به همت نکند، دوام بده. مردم ها که شک میکنه والا تو خوب میگی، خو امین ملا صاحب گفت که شما مردم اینی طور هستی اونی طور گپاره، تو همتت از دست نده، دعوت ادامه بده. دوم ولا یستخفنک، نلغزانه تو را الذین، مردم ها لا یقینون که یقین نداره، همیشه مشکک هستن، تردد دارن، یک گپای تردد آمیز و شک آمیز میزنه، آلی تو را وار خطا نکنه که والا ای که میگه البته گپایش راست است، تو خود قرآن شنیدی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.